استواری عائله ها نشانه سالمی هر جامعه است. جامعه هر قدر از دین دورتر شود، همانقدر آن عائله ها به ویرانشوی روبرو می شوند. می توان مهمترین عامل های طلاق را چنین عنوان کرد: یکم، انتخاب نادرست جفت. مهمترین انتخاب در عمر انسان این انتخاب جفت است. انسان نباید در این انتخاب به سراسیمگی یا سطحی نگری راه دهد. دوم، دخالت خانواده ها از هر دو جانب. مشورت بزرگان ضرور است، ولی عائله سرحد خود را دارد. شخص سوم نباید فراتر از آن وارد شود. سیوم، انحراف، یعنی از راه بیراه شدن یکی از جفتها، مثلا معتاد شدن شوهر به مینوشی و یا مواد مخدر. اینچنین مناسبت محرمانه زن و یا شوهر با شخص بیگانه در اکثر حالتها باعث فوراً رخ دادن طلاق می گردد. چهارم، حالت مادی را از اندازه زیاد مهم دانستند و دارایی را در حیات عائلوی اساس قرار دادند. پنجم، باور کردن خبر و آوازه های بردروغ در حق همدیگر و با وجود آمدن گمان های بد میان جفتها. ششم، راه دادن به جنجال های تکراری عائلوی. جنگ و جدال ها در خانه محبت را از بین می برد. وقتی محبت کاسته شود، آهنگ طلاق صدا می دهد. هفتم، بی‌توجهی مرد نسبت همسر و فرزندان. شوهری که صبح برآمده تا نیمه شب در کوچه عمر خود را می‌گذراند یا به مهاجرت رفته مدت‌ها از همسر و فرزندان خود سراغ نمی‌کند، این عمل او باعث می‌گردد که همسر در اندیشه جدایی افتد. هشتم، ادا نکردن حق زن و فرزند. مرد از نگاه شریعت وظیفه‌دار است تا خاندان خود را با غذا و دوا و با جای زیست و با لباس به اندازه توانش و در حد میانه تأمین نماید. نهم، سرپیچی کردن زن از اطاعت شوهر. از بس که خالق حکیم مرد را با خصوصیت‌های خاص مردانگی آفریده، بر عهده او تأمین و مدیریت خانواده را واگذار نموده است، در مقابل به زن امر نموده است که راهبر عائله را اطاعت نماید. عائله‌ای که در آن راهبر مورد اعتماد و اطاعت نباشد، چون دولتی است که راهبر ندارد و یا چون کشتی‌ای که بدون کشتیبان است. دهم، نپذیرفتن زن ازدواج شوهرش را با زن دیگر. وقتا زن به ازدواج دیگری شوهرش رشک از اندازه زیاد کرده، فضای خانه را به جنجال خانه تبدیل دهد، عائله زیر خطر جدایی قرار می‌گیرد. زنی که از ایمان و از شریعت باخبر باشد، هرگز این عمل را آنگونه که بعض زنان نافهم و از احکام دین بخبر میگویند خیانت نمی شمارد و هرگز از این عمل شوهر رو به جدایی نمی آرد. با امید خوشبختی عائله ها، خدا یار و مددگارتان.